حبیب خدا وقتی که به خانه یکی از امتانش که اگر توی میشد اشتراک میکرد، حضرت یک دعای داشتن. البته امتهای پیشین هم توی داشتن، زنگیری ها داشتن، دختر به شوهر میدادن، فقط فرقیت از زمین تا آسمان بود، از توی های صحابه ها تا این توی هایی که امروز ما و شما میکنیم. خیلی فرقیت بلند داشت. افسوس که امروز در توی های ما و شما چه کارهای نادرسته، چه عملهای ناشایسته انجام می‌یابد که قهر پروردگار ما بیدار می‌گرداند. وقتی خانه صحابه میرفت، خانه یگان دوستان خدا، خانه یک جوان میرفت تا که در اونجا اشتراک ورزد، حضرت میگفت بارک الله لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. حضرت این دعای مبارک شه در همون خانه هایی که دختر به شوهر می برآمد یا جوان صاحب زن می شد، این دعا را حضرت انجام می دادند. این دعا چی معنا دارد؟ بارک الله لک، پروردگارا این توی را در خاندان این بنده خدا مبارک بگردانید. بارک الله لک و بارک علیکما، و خدایا این توی را، این خرسندی را، این معرکه خیر را در خاندان این شه و عروس مبارک بگردانید. و جمع بینکما فی خیر، خدایا در حیات اینها برکات نصیب بگردانید. خدایا از این دو جوانی که یک عائله مستقل تشکیل میکنند، امروز یک جایه میشوند، خدایا از دامنشان فرزندای سالم و صالح را به وجود بیاری. حضرت دعا میکردند. از این خاطر ما هم شروعی و آغاز این صحبت مانم از همین دعا می شود که خداوند در خاندان این برادر سعید این توی را مبارک بگرداند و خداوند زندگی این خواهر را با همراهی این دادرمان زندگی اسلامی بگرداند و خداوند از دامن پاک این خواهر چنان فرزندهای به دنیا آید که در راه اسلام، در خدمت اسلام ثابت قدم باشند. آمین یا رب العالمین. شما از طعام استفاده بردن گیرین. ما هم در برابر طعام خوردن شما انشاءالله صحبت خودمان انجام میدهیم. شما هم انشاءالله غذاهای معنوی و هم غذاهای مادی میگیریم. و خوش به حال همه شما درای عزیز. من انشاءالله باوری کامل دارم که شما از این ساعتی که در این مجلس اشتراک میکنید، شاید یک ساعت باشد، شاید بیشتر باشد، باور کنین اینقدر اجر، اینقدر ثواب را که شما نائل میشوید، افسوس که چیزی نیست که شما با چشم بینید. افسوس که شما چیزی نیست که حتی هم را حس کنید که چند قدر ثواب، چند قدر اجر را پروردگار در دوام این یک ساعت به شما نصیب میکرد. خدا رحمت و مغفرت کند حضرت عمر رضی الله عنه را که وقتی تاریخ حیات حضرت میخوانی، چه یک حیات خوبی را، چه یک دوره خلافتی را چنان گذرانیدن که امروز تاریخ اسلام فراموش نمیکند. و حضرت گفتند حبب الی من الدنیا ثلاث. حضرت با این قدر شرف، با این قدر صاحب کرامات بودن که حضرت عمر از شخصانی هستند که بسیار صاحب کرامات بودند و حضرت چنان غیرت اسلامی داشتند و چنان یک مرد جسوری بودند که حبیب خدا
در بسیار احادیث هاش صفت حضرت عمر را کردگی هستند. حتی از مردها دوست می‌دارم ابوبکر را، از زنها دوست می‌دارم دختر ابوبکر را، و بعد از ابوبکر دوست می‌دارم عمر را. حتی در حدیث ها گفتن اگر پیغمبری بعد از من خاتمه نمی‌یافت، هر آینه عمر بعد از من پیغمبر میشد. خدا رحمت و مغفرتشان کنه. حضرت اونقدر خدا ترسی داشتن که یک خدا ترسی را حکایت میکنم، بعدا میگذاریم به اون چیزی که از دنیا چی را دوست میداشتن. میگوید وقتی که امپراتور روم هرقل میگویم و شما گرکل میگویم، وقتی یکی از زنهای مسلمان اسارت گرفت، اسیر افتاد، حضرت عمر یک نامه نویسان. این زن وقتی در دست همین هرقل در اسیر افتاد، میگوید این زن فریاد زد. چی فریاد زد؟ و اسلاما و محمدا و معتصما. این زن از دست این منافق، از دست این انسانی از خدا منکر بسیار ناراحت شد و فریاد زد با این کلمه هایی که الحال من تکرار کردم. صاحب کتاب میگوید این صدای زن میگوید در قلب حضرت عمر تأثیر کرده بود. شما تصور کنید روم در کجاست، مدینه در کجاست. این از باب همون کرامات حضرت عمر صحبت می رود که حضرت عمر صاحب کرامات بودند، که در کراماتاش میگوید حضرت علی حکایه میکند که بار شب خواب بود و میگوید که در خوابم بعدی از دنیا گذشتن پیغمبری خدا، حضرت علی میگوید خواب دیدم که شب است و سحر از پشت رسول حضرت علی در خوابش از پشت رسول اکرم نماز خوانده ایستادم. وقتی که سحر میشست، یعنی نماز بامداد خواندیم، بیرون مسجد شدم که یک زن در دستش یک طبق پر از خرما در دست من داد که رو به پیغمبر خدا تسلیم کن تا که برای صحابه ها این خرما را تقسیم کنند. میگوید وقتی آب تو در دهان من گذاشت، وقتی این خرما را تناول کردم، بسیار خرمای شیرین بود، بسیار یک لذتی خوب داشت. با دل گذرانیدم که کاش که یک دانه دیگر پیغمبر خدا در دهان من گذارد، لیکن گفت پیغمبر خدا دویم دانه را در دهان من نگذاشت. همین خواب میگه دیدم بعد نگذاشتن خرما که بیدار شدم که الک صبح دمی دست آواز اذان از مسجد برآمده ایستاده است. دوره های خلافت حضرت عمر بود. حضرت میگوید دوان به مسجد آمدم، از پشت حضرت عمر نماز بامداد خواندم، بیرون از مسجد شدم. من کرامات حضرت عمر را برای شما گفته ایستادم. وقتی از مسجد بیرون شدم نگاه میکنم یک زن در دستش یک طبق خرما آورد و گفت به حضرت عمر ده تا که به مسلمان ها تقسیم کنند. وقتی آوردم میگه در دست حضرت عمر دادم، حضرت عمر میگه یک دانه همون گرفت و در دهان من گذاشت. وقتی بعد باز تقسیم کرد، با دلم گذرانیدم که کاش که یک دانه دیگر حضرت عمر در دهان من گذارند. لیکن حضرت عمر چی گفتن؟ گفتن ای علی، گفتن اگر امشب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خرمای دویم در دهان تو میگذاشت، هر آینه من هم خرمای دویم در دهان تو میگذاشتم. حضرت علی در حیرت افتادن، گفتن آیا وحی قد نشده است؟ آیا تو از کجا این خوابی من از کجا در تو عیان شد، از کجا در تو ظاهر شد؟ حضرت عمر جواب گفتن که گاه پروردگار یعنی چنان حکمت را، چنان الهام در دل بنده خود روان میگرداند که از حال یک برادر دیگر آگاه میشود. این زن وقتی در دست همین هرقل در اسارت افتاد، حضرت چنان مکتوب نویساندن که مکتوب با زاره و تولا نبود، در بالای همون مکتوب نویسانده بود که به نام سگ روم هرقل.
یک پادشاهی گوییم که یک ایمپری بزرگی که در دوره های اسلام ایمپری فارس و ایمپری روم بود، با پادشاه اون زمان مراجعت بینیم به نام سگ روم هرقل. اگر گفت این زنی که در اسارت داری اگر شادن نمیکنی چنان عسکر آماده میکنم که اولش در نزد قصر توست آخرش گفت در مدینه است. میگه وقتی این خط خان هرقل یک ترس وجود فرا گرفت و در حال میگه اون زن از اسارت خلاص کرد. انامین حضرت عمر گفتن من از انامین دنیا گفتن سه چیز را دوست میدارم. اون حضرت ها پروای مال و اسباب و انجام خانه و در نداشتند. اونا هیچ در یگان حدیث مبارک آمدگی نیست که اونها تمام وجود خود در دنیا داده باشند، عکسش لکن وجود دارد. اونا این پروای دنیا نداشتند. حضرت گفتن چی است؟ چی را دوست می‌داری؟ گفتن آن چیزی که من دوست می‌دارم اولش الامر بالمعروف، دوست می‌دارم که پیوسته امر معروف باشد. دوم چیزی که دوست می‌دارم و نهی عن المنکر، دوم چیزی که دوست می‌دارم این نهی منکر است. در کجایی که اگر امر معروف باشد باید که نهی منکر هم وجود داشته باشد. امر معروف به نهی منکر زینت ندارد. امر معروف چیست؟ امر معروف همین صحبتی که الحال شما شنیده ایستاده این همین امر معروف است. امر معروف است. امر گفته امر یک فرمایش معروف نیک است، یعنی مردم را به کار نیک دعوت کردن است. نهی منکر مردم را از آن چیزی که اسلام حرام گردانیده است باز می‌دارد که بنده خدا این سفارش پروردگار است که در این راه قدم نزن یا از این مواد استفاده نبر، این میشود نهی منکر. الحمدلله که ما و شما در همون مجلس امر معروف و نهی از منکر الحال اشتراک داریم و انشاءالله همه شما را باوری میکنم که آنقدر ثواب آنقدر اجری که شما از اینجا نائل میشوید از این ساعت ها در دیگر ساعت ها این وجود ندارد.